امام صادق گفته است یکی دیگر از نشانه‌های جامعه امام زمان، توحید و آزادی، عبارت است از این که زنها توش به اجتهاد میرسند. شگفت. هنوز هم در فقه آخوندی مقولاتی هستند مثل قضاوت و امامت و ریاست، تو قانون اساسی رژیم هم هست. اینها مقولات زنان ممنوعند. چرا؟ چون هژمونی متعلق به نرینه است، بوده و باید باشه و خواهد بود. اون زمان حضرت صادق گفت نه آقا جان، از علائم و نشانه های اون عبارت است از رسیدن زنان، نه یک تک زنها، به درجات اجتهاد و امامت. یعنی چی؟ یعنی که ایدئولوژی جنسیت، تبعیض جنسی و بهره کشی تا کجا رخت بربسته است.